من یک سوگوارنامه روستایی رو میخونم از کشاورزی که 7-8 تا بچه داشت، در اثر سوء تغذیه یا خیلی از مسائل دیگه مردند. بعد زن و شوهر با هم نذر کردند که اگر بچه‌ای شد برای ما، اگر پسر شد نامش بذاریم گدالی، اگر دختر شد بمانی، یعنی اون اگر شد اولی گدای علی باشد و بماند، اگر دختر شد بماند. بالاخره بچه دیگر پا بر عرصه وجود گذاشت، پسر بود، گدالیش خوندند. گدالی برای ماها و حتی سالها بر اثر سوء تغذیه و نگرانی‌های دیگر زندگی نتونست رشد بکند. پدر خسته از رنج این پسر، با آرزویی که در درونش موج میزد که ای کاش این هم نبود، تحملش کرد. همسایگی یک پسری بود به نام فریدون، پسر یک خان بود در رحیم آباد جنگلی. اونها می رفتند شکار، دانشجو بودند، می آمدند، مردم براشون هورا می کشیدند. بعضی مواقع شکارشون را هم بین اونها تقسیم می کردند. گدالی همچنان در حیات خانه به این وضع ظلم می زد و گاهی پدر را می نگریست و پدر را سراپا درد استخوان گرفته و استخوان سوزش می کرد. یک بار دیگر این پدر رفت برای جنگل و برگشت، باز هم اون مرد، اون فریدون از شکارگاه برگشت، باز هم مردم براش هورا کشیدند. این بار کشاورز نزدیکی پسر رسید، پسر غرق تماشای اونها بود. پدر رنگ زردی پسر را به جان می گرفت. یک دفعه آشفته شد، براش اینو خوند: آی 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 کی بسیمو داماد بشای، افسرده بود نالاد بشای، جنگل سیاست می آهدی بین پر درد، آی برار گدلی 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 برس بشین گدلی چندی لسی تو کن بخور مگه واسسی تی سلامان آفریدون بدی تو چند چی برازه دومام ترجی کچتره نون فکته چندی درازه اون گردن کندوجلنگه تی گردن عین سیاتال اون شگوتن تو صدار
ترشا گوتن تو سخار گدلی فرس بشین موتی و لاغر پاره بمیرم تی او در بومه اجاره بمیرم بشیم هرگز و نگردیم گدلی چرا بگردیم گدلی اگرم یه روز بگردیم خوب بگردیم گدلی و بگردیم گدلی زور بازو جان ساق میده سوتی دست شما گدلی الان بشیم موتی و لاغر پاره بمیرم که او در بومه اجاره بمیرم